بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. تبریک عرض می کنم ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها رو و خوشحالم که به حمدالله این جلسه امسال هم تشکیل شد و به نظر من این جلسه یکی از جلسات بسیار خوب و استثنایی است که در این حسینیه تشکیل میشه. این جمعیت عظیم از بانوان و دختران عزیز ما با این احساسات پرشور و با این بیانات بسیار خوبی که گویندگان محترم، سخنران‌ها، خانم‌ها بیان کردن، حقاً و انصافاً یک جلسه به یاد ماندنی است. مطالب خیلی خوبی گفته شد. من همین حالا به مسئولین دفترمون از همینجا سفارش میکنم، بخش بررسی دفتر، مطالب این خانم ها رو مورد ملاحظه جدی قرار بدن. بعضی از اینها کارهای خود ماست، مربوط به من یا دفتر ماست. بعضی ها اکثر مربوط به دستگاه‌های دولتی و امثال ایناست. اونی که مربوط به خود ماست انجام بگیره، اونی که مربوط به دستگاه هاست تعقیب بشه. بحث الگوی سوم زن که زن مسلمان انقلابی است که تو صحبت ها بود، بحث مسئله خانواده در فضای مجازی که بسیار دقیق و خوب بیان شد، بحث مسئله حل مسئله جمعیت از طریق نهاد خانواده که این خانم بیان کردن و رو مسئله جمعیت و مسئله افزایش باروری و ولادت و اینا تکیه کردن. البته خودشون 2 فرزند گفتن دارن که کمه. بحث‌های مربوط به هنر، به خصوص سینما و نمایشنامه‌های ایرانی که یه خانومی اینجا بیان کردن مهمه. بحث تسهیلگری در ازدواج خیلی مهمه. واقعا یکی از مشکلات کنونی ما همینه و این مطالبی هم که این دختر خانم بیان کردن مطالب خیلی خوبی است. من خانم عائده سرور رو قبلا همینجا دیده بودم، همون روزی بود که خبر شهادت فرزند دومشون
به ایشون رسیده بود. اینجا جلسه ای داشتیم ما در حسینیه، این خانم رو اینجا دیدم. به ایشون تبریک میگم این روحیه رو و تسلیت میگم فقدان فرزندانشون رو. دنبال باید بشه این کارها، این مسائل مهم. من چند مطلب رو اینجا آماده کردم که بگم تا هر مقداری که حالا وقت باشه انشاءالله. چند جمله درباره حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، بعد دو سه نکته درباره مسئله زن که یک مسئله مهم امروز بشری و انسانی است در سرتاسر جهان از نظر اسلام. بعد هم راجع به اون چی که امروز در منطقه میگذره دو سه جمله هم راجع به اون عرض خواهم کرد. درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها اون چی که من میتونم عرض کنم این است که این بزرگوار، این بانوی جوان از شگفتی‌های آفرینشه. اگر ابعاد وجودی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو انسان بتوانه احساء کنه و ببینه، یقین میکنه که این یک پدیده شگفت‌انگیزی است در آفرینش عالم، یه چنین موجودی. دختر جوانی که در اوائل جوانی، یعنی ایشون طبق یه روایتی در 18 سالگی شهید شدن، طبق روایت هم تا 20 سال و 22 سال هم اینا هم گفتن. به هر حال اون چه درباره این بزرگوار گفته شده از طرف پیغمبر یا دیگران مربوط به یه دختر 17-18 ساله است. این بانوی جوان از لحاظ معنوی رتبه هویت ملکوتی و جبروتی به جایی برسه که خشم او موجب خشم خدا بشه، خوشنودی او مایه خوشنودی خدا بشه. این روایت رو هم شیعه نقل کرده هم سنی ها نقل کردن. در روایت کتب شیعه اینجوری است که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها. این عبارت کتاب‌های ماست. در کتب اهل سنت همین روایت خطاب پیغمبر به خود فاطمه زهراست که پیغمبر به فاطمه فرمود یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضی لرضاک. با خوشنودی تو خدا خوشنود میشه، با خشم تو خدا خشمگین میشه. خیلی چیز عجیبی است. اینجور نیست که بگیم این بنده بلند مرتبه هر جایی که خدا خشمگینه او هم خشمگین میشه. نه، عکس قضیه است. هر جا او خشمگین بشه خدا خشمگین میشه. عظمت رو ببینید. در سختی ها غمگسار پیغمبر، در جهاد همراه امیرالمومنین، در عبادت خیره کننده چشم فرشتگان، در سیاست سراینده
اون خطبه های فصیح و بلیغ و آتشین، خطبه های فاطمه زهرا، چه اونچه که در مسجد بیان کردن در مقابل مهاجر و انصار، چه اونی که با زنان مدینه در میان گذاشتن، هم سیاست توش هست، هم معرفت توش هست، هم شکایت توش هست، هم منقبت توش، همه چی یه چیز فوق‌العاده است، اونم در بهترین و عالی‌ترین الفاظ، شبیه خطبه‌های نهج البلاغه. تربیت کننده امام حسن، تربیت کننده حسین ابن علی، تربیت کننده زینب. ببینید این خصوصیات کنار هم که قرار میگیره، حقاً و انصافاً یک شگفتی عظیم عالم وجود رو به انسان نشان میده. کودکی او الگوست، جوانی او الگوست، ازدواج او الگوست، سیره زندگی او الگوست. همه اینها برترین الگوهایی هستند که نشون دهنده قله زن مسلمان محسوب میشن. این قله است. اسلام زنان مسلمان را، زنان را به سمت این قله دعوت میکنه. درسته که همه نمیتوانند برسن، لکن میتوانند به اون سمت حرکت کنند. ضمناً این زیباترین و شیواترین و گویاترین سخن درباره الگوی زن مسلمانه که حالا این خانم ها تعبیر کردن به الگوی سوم، فاطمه زهرای الگوست. این در مورد چند کلمه‌ای در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. و اما در مورد مسئله زن، خب امروز در دنیا مسئله زنان از جنبه‌های مختلف مطرحه. هر مجموعه‌ای، هر گوشه‌ای از دنیا با یک انگیزه‌ای، با یک جهتگیری درباره مسئله زن بحث میکنن و حرف میزنن. در این مسئله زن هم سرمایه‌داران عالم و سیاستمداران عالم، که همون سیاستمداران هم متکی به اون سرمایه‌دارانند، مثل همه مسائل سبک زندگی دخالت میکنه. در همه مسائل مربوط به سبک زندگی بشر امروز سیاستمداران عالم، امروز و دیروز، و سرمایه‌داران عالم، همونایی که منشأ استعمار در دنیا بودن، دخالت میکنن در همه مسائل سبک زندگی. رسانه هم دارن، مؤثرترین رسانه های دنیا در اختیار اونهاست، زبان رسانه رو هم بلدن. انگیزه اونها، انگیزه دخالت سرمایه‌داران عالم و استعمارگران در مسئله زن، یک نگاه نظری و فلسفی نیست. اینجور نیست که اونها یک نظریه فلسفی در مورد زن دارن میخوان اونو درویش کنن. نه، این نیست. یک احساس انسانی هم نیست. اینجور نیست که اینها احساس میکنن که زن در مواردی در دنیا ضعیف واقع شده، میخوان حمایت کنن.
احساسات انسانیشون به جوش میاد. نه، اینم نیست. انجام یک وظیفه اجتماعی و مردمی هم نیست. اینا انگیزه دخالت سیاستمداران و سرمایه‌داران نیست. انگیزه چیه؟ انگیزه دستاندازی سیاسی و استعماری است. وارد میشن برای اینکه مقدمه ای باشه و پوششی باشه در جهت دستاندازی بیشتر، دخالت بیشتر، گسترش بیشتر منطقه نفوذ خودش. این انگیزه در واقع جنایتکارانه رو، انگیزه فساد انگیز رو در زیر یک ظاهر فلسفی، در زیر یک ظاهر نظری، در زیر یک ظاهر انسان دوستانه پنهان میکنن. این بی‌صداقتی غربی هاست، بی‌صداقتی سرمایه‌داران غربی است که امروز بر دنیا مسلطن. این در قضایای مختلف این بی‌صداقتی دیده شده، در مسائل گوناگونی همین بی‌صداقتی رو، این دروغگویی رو، این ریاکاری رو ما دیدیم در عملکرد فعالان سیاسی و اقتصادی غربی. یه نمونهش در حدود یک قرن پیش مثلا بحث آزادی زن و استقلال مالی زن رو مطرح کردن. ظاهر خوبی داشت، زن استقلال مالی داشته باشه یا آزادی داشته باشه، اما باطنش چی بود؟ باطنش این بود که کارخانجاتشون احتیاج به کارگر داشت، کارگر مرد کافی نبود، میخواستن زنها رو بیارن برای کارگری، اون هم با دستمزد کمتر از مردان. این باطن قضیه بود. اینو در اجازه بدید، اینو فقط مخصوص آمریکا هم نبود، این بیشتر در اروپا و در مجموعه های غربی این شکل گرفت. اینو در زیر یک ظاهر، یک پوشش انسان دوستانه ای پنهان کردن به عنوان اینکه زن استقلال مالی داشته باشه، آزادی داشته باشه، بتونه از خونه بیرون بیاد، بتونه کار کنه، بتونه. یعنی این بی‌صداقتی رو اونجا هم بشریت دید. یک نمونه دیگر که البته اون ربطی مسئله زن نداره، مسئله آزادی بردگان در آمریکاست. در قرن 19 اواخر قرن 19 1800 و حدود 60-70 آمریکایی ها، ابراهام لینکلن، اون وقت رئیس جمهور آمریکا ابراهام لینکلن بود از حزب جمهوری خواه، شعار آزادی بردگان رو دادن. ظاهر قضیه این بود که بردگان باید آزاد بشن. کمک هم میکردن بردگان رو از جنوب به صورت قاچاق میبردن به طرف شمال آمریکا. جنگ بود بین شمال و جنوب. اما باطن قضیه این نبود. باطن قضیه این بود که جنوبی ها در کار کشاورزی مسلط بر کار بودند، زمین های کشاورزی بود و بردگان در این زمین ها کار میکردن به صورت مجانی، برده بودن دیگه با بخور و نمیر. شمالی ها تازه به صنعت دست پیدا کرده بودن
احتیاج به کارگر داشتن، کارگر به اندازه لازم وجود نداشت، مایل بودن از این بردگان به عنوان کارگر در کارخانهشون استفاده کنن. راهش این بود که بگن شما آزادید، بیایید اینجا تو کارخانه کار کنید. در واقع از بردگی کشاورزی، مزرعه، اونها رو به بردگی کارخانه کشوندن. باطن قضیه این بود. این بی‌صداقتی غربی ها امروز هم همینجوره. در پشت این جنجال های موجود دنیا در زمینه زن، مسئله فمینیسم، مسئله حقوق زن، مسئله آزادی زنان، حقوق زنان، اینا ظواهر کاره. پشت اینا سیاست هایی هست، انگیزه های ناسالمی وجود داره. حالا اون انگیزه ها چیست؟ بعضیشو امروز ما میدونیم، بعضی رو هم بعداً خواهیم دانست، بعداً کشف خواهد شد. لکن انگیزه انسانی و بشری نیست. این بی‌صداقتی امروز هم وجود داره. انگیزه ها صرفاً سیاسی است، صرفاً استعماری است، وسیله نفوذه که البته حالا بحث در این باره مربوط به این جلسه کنونی ما نیست. خب حالا ما در قبال یه چنین وضعیتی در دنیا هستیم که کسانی درباره مسئله مهم زن بحث میکنند ولی صداقت ندارند در این بحث. ما به عنوان مسلمان درباره مسئله زن میخواهیم حرف بزنیم، بحث کنیم، منطق ارائه بدیم، بین خودمون اون منطق رو جا بیاندازیم و بر طبق اون منطق عمل کنیم. این وظیفه ماست. امروز باید این کار انجام بگیره. البته از اول انقلاب باید انجام میگرفته و مبالغ زیادی هم کار شده، لکن کار رو باید تمام کرد، باید کامل کرد. من چند نکته رو در این زمینه عرض میکنم. اگر ما بخواهیم یک منشوری از دیدگاه اسلام درباره زن تنظیم بکنیم که موادی داشته باشه این منشور، به گمان من اولین موضوعی که در این منشور باید بیاد مسئله زوجیت. یعنی چه؟ یعنی زن و مرد زوجند، مکمل یکدیگرند. زن و مرد برای هم خلق شدند. این در قرآن به صراحت بیان شده. والله جعل لکم من انفسکم ازواجا. جعل لکم، برای شما قرار داد. این خطاب به مردها نیست، خطاب به بشره، زن و مرد. والله جعل لکم من انفسکم ازواجا، ای افراد بشر، خدا از جنس خود شما برای شما زوج قرار داده است. که حالا زوج فقط به مرد گفته نمیشه. در قرآن هم کلمه زوج برای مرد به کار رفته، هم برای زن. حالا من آیه‌اش هم اینجا یادداشت کردم. یا درباره زن زوج به کار رفته، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. زوج اینجا درباره
همسر زن هست، فرد زن. در یه جای دیگه ای قول التی تجادلک فی زوجها، اینجا زوج درباره مرد به کار رفته. بنابراین از جنس شما زوج برای شما آفریدیم. این البته مخصوص بشر هم نیست، اینم من در حاشیه بحث بگم که البته باید اهلش دنبال کنن این رو. در اسلام بنابر نظریه اسلام بنای عالم خلقت و تاریخ بشر و تاریخ عالم بر تلاؤم و ازدواج و پیوند است. درست نقطه مقابل اونچه که در دیالکتیک هگل و مارکس و اینها وجود داره که بنای عالم رو بر تضاد میدونن. اونا میگن شیئی به وجود میاد، ضد او به وجود میاد، از این تضاد یه شیء سومی به وجود میاد، باز اونم ضدی براش به وجود میاد، تا آخر تاریخ اینجوری پیش میره. اسلام میگه نه، شیئی به وجود میاد، شیئی برای همراهی و ائتلاف با او به وجود میاد، از همراهی این دو، از ائتلاف این دو، از زوجیت این دو شیء سومی به وجود میاد. تاریخ اینجوری پیش میره که البته اینو باعث اهلش عرض کردم فکر کنن، دنبالش کنن، سررشته رو بگیرن و پیش برن، ببینن به کجا میرسن. مسئله مهمی است. خب پس در مورد انسان خدای متعال زن و مرد رو زوج آفریده، یعنی مکمل یکدیگر. معنای زوجیت، لازمه زوجیت این است که یک واحد تشکیل بشه، ولی زوج نیست. دو واحد اگر چنانچه در کنار هم قرار گرفتن، با هم متحد و مؤتلف شدن، یک واحد سوم به وجود میاد. اون عبارت است از خانواده. این مسئله خانواده اینجور مبنای فکری اسلامی داره. خانواده یک سنت الهی است، یک سنت آفرینشه. اینی که مرد و زنی با هم سلام علیک کنن یا بیش سلام علیک از کنار هم عبور کنن، این زوجیت نیست. زوجیت یعنی تشکیل یک واحد سوم، تشکیل خانواده. این معنای زوجیت. البته خانواده هم در اسلام روش تکیه شده، خوشبختانه در ایران هم خانواده سنتی ایرانی یکی از نشانه‌های مهم قوت و عمق فرهنگی ملت ایرانه. خانواده. خب پس بنابراین اولین ماده منشور اسلامی عبارت از مسئله تشکیل خانواده، مسئله زوجیت، مسئله مکمل هم بودن زن و مرد، مکمل هم. موضوع دوم این است که این زوج، این دو فرد برای رسیدن به حیات طیبه، که رسیدن به حیات طیبه هدف آفرینش انسانه، برای رسیدن به
حیات طیبه این زن و مرد هیچ تفاوتی با هم ندارن، هیچ کدوم از دیگری برتر نیست. البته انسان ها یه جور نیستن، در بین زنها در بین مردها بعضی توانایی بیشتری دارن، بعضی کمترن، اما بین زن و مرد به عنوان زن و به عنوان مرد هیچ تفاوتی در رسیدن به حیات طیبه وجود نداره. اینم در قرآن: من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. زن و مرد اگر عمل صالح کنن، ایمان داشته باشن، یکسانه. یا در این در سوره نحل، یا در اون آیه شریفه سوره احزاب که من چند بار دیگه در جمع خانم ها این آیه رو خوندم: ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله و الذاکرات. 10 تا خصوصیت بین زن و مرد. هیچ تفاوتی در حرکت معنوی به سمت خدا، به سمت حیات طیبه، به سمت تعالی انسانی در عوالم ملکوت و عوالم معنوی روحانی توحیدی بالا هیچ تفاوتی وجود نداره. این هم یک اصل دیگری از اصولی که در این منشور باید گنجونده بشه. موضوع بعدی اینه که با اینکه ظاهر زن و مرد از لحاظ جسمی تفاوت وجود داره، این قدش بلندتره، صداش کلوفتره، اما از لحاظ توانایی‌های فکری و روحی در هر دو جنس استعدادهای بی‌نهایت وجود داره، تفاوتی با هم دیگه نداره. یعنی در علم زن و مرد هر دو میتوانن مسابقه بدن. اینجور نیستش که مردها عالمتر از زنها باشن، نه، زنهای بزرگی والایی دارای مقامات برجسته‌ای از لحاظ علمی در تاریخ بودن. امروز البته صدها برابر بیشترش هم در دانشگاه هم در حوزه وجود دارن. از لحاظ علم، از لحاظ هنر، از لحاظ نوآوری‌های فکری و عملی، از لحاظ اثرگذاری اجتماعی و فکری و سیاسی، از لحاظ فعالیت‌های اقتصادی، این توانایی‌ها در هر دو جنس وجود داره، در زن و در مرد. پس بنابراین زن میتوانه و در مواردی میباید در این عرصه ها ورود کنه، میتوانه وارد این عرصه ها بشه، در یه جاهایی هم لازم و واجبه که در این عرصه ها وارد بشه، در سیاست، در اقتصاد، در مسائل بین المللی، در مسائل علمی، در مسائل فرهنگی و هنری، در همه جا. این هم یه موضوع که این در منشور اسلامی مربوط به زن این معنا قطعا وجود داره. موضوع بعدی این است که زن و مرد در محیط خانواده نقش‌های متفاوتی دارن. این دلیل برتری نیست،
حالا مثلا هزینه خانواده به عهده مرده، دلیل برتری نمیشه. فرزند آوری به عهده زنه، این دلیل برتری نمیشه. اینا هر کدوم یه امتیازه، یه امتیازی است که دارن. حقوق زن و مرد بر این پایه ها محاسبه نمیشه، حقوق یکسانی دارن. این هم در قرآنه، ولهن مثل الذی علیهن. حقوق زن و مرد در خانواده یکسان. یعنی خانواده اگر از لحاظ حقوقی نگاه کنیم، دو فردی که از لحاظ حقوقی یکسان هستند دارن با هم زندگی میکنن، یکدیگر رو تکمیل میکنند. البته از لحاظ عاطفی یه خصوصیاتی زن داره. در مورد زنان پیغمبر فرمود المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه. زن رو مثل گل در داخل خانه باید بهش نگاه کرد. گل رو باید مراقبت کرد، از تراوت او، از بوی خوش او فضا رو باید معطر کرد و استفاده کرد. از لحاظ عاطفی است، از لحاظ حقوق یکسانه. این هم یک نقطه در این منشور. یک نقطه دیگه در این منشور اینه که از لحاظ ارتباطات معاشرتی زن و مرد محدودیت هایی دارند. این جزء خصوصیاتی است که اسلام روش تکیه داره. البته این بیبندوباری هایی که امروز در غرب وجود داره این هم همیشه نبوده، این مال جدیده. شاید 2 قرن پیش، 3 قرن پیش انسان وقتی میخونه بعضی از کتابها، بعضی از رمان‌های مربوط به قرن 18 و قرن 19 رو، توصیف زن اروپایی رو انسان اونجا مشاهده میکنه، میبینه ملاحظات زیادی وجود داشته که امروز اون ملاحظات در بین غربی ها نیست. اسلام روی این ملاحظات تکیه داره. مسئله حجاب، مسئله عفاف، مسئله نگاه، روی اینها اسلام تکیه داره. این هم یکی از خصوصیاتی که توی این منشور باید بیاد. یک مسئله بسیار مهم ارزش معنوی مادری است. مادری افتخاره. امروز من میبینم بعضی ها به تبع همون سیاست هایی که اشاره کردم، سیاست های سرمایه‌داران و استعمارگران و بدخواهان جوامع مستقل، به خصوص جامعه ما، به دنبال اونها مادری رو بد تصویر میکنند. اگر کسی بگه فرزند آوری لازمه برای خانواده ها، طعنه میزنن، مسخره میکنن که ها شما زن رو برای بچه میخواید، برای فرزند آوری میخواید. مادری یک افتخاره. اینی که یک موجود انسانی رو شما با زحمت زیاد، چه در درون خودتون چه در بیرون، در اوایل زندگیش پرورش بدید، زحماتش رو تحمل کنید، او رو به عنوان یه انسان پرورش بدید، این افتخار کوچکیه، خیلی با اهمیت، خیلی با ارزش. برای همین هم هست که در اسلام روی مادر تکیه شده. از پیغمبر سوال میشه من ابر، یه نفری آمده سوال میکنه به چه کسی خوبی کنم، نیکی کنم
ترجیح داره، فرمود امک، مادرت. گفت ثم، بعدش به کی؟ باز فرمود به مادرت. دفعه سوم پرسید بعد به کی؟ حضرت فرمود به مادرت. 3 بار گفت به مادرت. گفت بعد به کی؟ گفت بعد پدرت. یعنی پدر مرتبه 4. یه نفر آمده بود میخواست بره جهاد. خب نیروی کافی به قدر کافی وجود داشته در این داستان، در این قضیه. گفت مادرم راضی نیست. فرمودن خدمت مادرتو بکن، از اون جهاد ثوابش بیشتر. البته عرض کردم این وقتی است که من بالکفایه وجود داشته باشه. یعنی مسئله مادری اینی که در روایت داره که الجنت تحت اقدام الامهات. تحت اقدام یک کنایه از تعبیر کنایی است. بهشت زیر پای مادره، یعنی دم دست مادر. شما بهشت میخواهید برید سراغ مادر، او بهشت رو به شما خواهد داد. به او محبت کنید، با او مهربانی کنید، به او خدمت کنید، از او اطاعت کنید، به او احترام کنید، او بهشت رو به شما خواهد. اینم یک ماده. خب حالا اینا چند نکته راجع به مسئله زن، نگاه زن در اسلام. البته این منشور رو اگه کسی بخواد تهیه کنه شاید 30 ماده، مثلا 40 ماده های مهم در این منشور وجود داشته باشه که من چندشو عرض کردم. ما در کشورمون خوشبختانه بر اساس این نگرش شاهد رشد زنان مؤمن و دانا و فعال از اول انقلاب تا امروز بودیم. البته در اواخر سالهای مبارزات، یعنی اون ماهای آخر یا سال آخر، اونجا هم حضور زنان یه حضور تعیین کننده بود. لذا امام رضوان الله علیه به هیچ وجه کوتاه نیامدن. بعضیا بودن با حضور زنان در راهپیمایی مخالف بودن، امام به شدت رد میکردن این فکر رو، این نگاه رو، این نظر رو. حضور زنان مؤثر بود، واقعا مؤثر بود. زنها که وارد میدان شدن، مردها احساس کردن حتی اون بی‌تفاوت‌ها که باید وارد میدان بشن. زنها که وارد میدان شدن، همسرانشون و فرزندان جوانشون احساس کردن که وظیفه دارن وارد میدان بشن. انقلاب رو به یک معنا زنها پیروز کردن. ورود زنها بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی هم زنها وارد میدان شدن در بخش‌های مختلف. ما حالا مطالبی رو این خانم‌ها بیان کردن، مطالب بسیار متین و دقیق و حاکی از فکر برجسته و پخته بود. یقیناً در بین این جمعیت صدها یا بیشتر نفر از این قبیل صاحبان فکر حضور دارند و در کشور قطعاً جمعیت زیادی از بانوان در مراتب علمی، فکری، نوآوری، ابتکار، اجتهاد
درخشندن، یعنی واقعا کار شده. زن ایرانی توانست از هویت کشور، فرهنگ کشور صیانت کنه، توانست از سنت‌های تاریخی و اصیل کشور صیانت کنه با متانت خودش، با حیای خودش، با عفتی که به خرج داد. در دانشگاه وارد شد، در فعالیت‌های سیاسی وارد شد، در فعالیت‌های بین‌المللی وارد شد، اما فاسد نشد. خیلی مهمه. تحت تاثیر عوارضی که ما می‌بینیم امروز در بسیاری از کشورهای غربی، زنها دچار اون عوارضن، تحت تاثیر اونها قرار نگرفت و به اون عوارض دچار نشد. زن ایرانی تا امروز اینجور حرکت کرده، بعد از این هم انشاءالله به همین ترتیب حرکت خواهد. در حوادث بزرگ زنان ما درخشیدند، در جنگ درخشیدند، در دفاع از حرم درخشیدند، در مبارزات سیاسی درخشیدند، در مراکز تحقیقاتی درخشیدند، در دانشگاه همینطور، در حوزه ها همینجور. ما مجتهد زن در حوزه یا نداشتیم یا یعنی من یادم نمیاد در دوره سالهای وقتی که تو حوزه علمیه بودیم یادم نمیاد که زنی به مرتبه اجتهاد فقهی رسیده باشه. امروز خوشبختانه زنهایی که مجتهدن به اجتهاد فقهی رسیدن کم نیستن. بنده حتی معتقدم بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستن و مردها درست موضوع رو تشخیص نمیدن، باید از مجتهد زن تقلید کنن خانم ها. بنابراین پیشرفت بانوان در کشور ما در دوران انقلاب پیشرفت بسیار خوبی است. ما این همه دانشمند زن هیچ وقت نداشتیم، این همه استاد دانشگاه زن هیچ وقت نداشتیم، این همه شاعر زن، این همه نویسنده زن، این همه هنرمند زن، اونم با تدین هیچ وقت نداشتیم. امروز خوشبختانه همه اینها رو داریم. منتها توجه کنیم دشمن هم بیکار نیست، دشمن هم مشغول طراحی است. دشمنان نظام جمهوری اسلامی خیلی زود فهمیدن که با شیوه‌های سخت افزاری نمی شود انقلاب رو شکست داد، رفتن سراغ شیوه‌های نرم افزاری. فهمیدن که با جنگ و بمباران و نیروهای فتنه‌گر و قومیت‌گرایی و این چیزا ایران اسلامی رو از پا نمی‌توانند در بیارن، نمی‌توانند به زانو در بیارن. رفتن سراغ شیوه‌های نرم. شیوه‌های نرم تبلیغات وسوسه هاست، بی‌صداقتی هایی است که در شعارهاشون وجود داره که انسان مشاهده میکنه. اسم میگذارن، نام میذارن، به عنوان دفاع از زن، به عنوان دفاع از جامعه زنان،
به عنوان دفاع از یک گروه زن، به عنوان دفاع از یک زن، به عنوان دفاع از یک زن در یک کشور اغتشاش راه میاندازن، از شیوه های نرم افزاری استفاده میکنه. دختران ما، بانوان ما، اساتید ما، دانشجویان ما، همه جامعه زنان بایستی در این زمینه خودشون رو موظف بدونن. یکی از خانم‌ها گفتن من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. این مخصوص مردان نیست، شامل زنها میشه. الان گفته شد اینجا، کاملا درسته. یکی از امور مسلمین که باید بهش اهتمام ورزید عبارت از همین وسوسه ها و تدابیر موذیانه و شیوه های دشمنی، روش های نرم و جنگ نرم برای انحراف از ارزش ها در بسیاری از مسائل و عمدتاً مسائل مربوط به بانوان و زنان، که این رو متوجه باشیم. این هم چند جمله راجع به زن، یک کلمه راجع به مسئله منطقه بگم. در منطقه با این حرکتی که در سوریه انجام گرفت و با جنایت هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده و جنایت هایی که آمریکا داره انجام میده و کمک هایی که بعضی دیگه به اینها میکنن، خیال کردن که قضیه مقاومت تمام شد. اینها سخت تر اشتباهن. روح سید حسن نصرالله زنده است، روح سنوار زنده است. شهادت اینها رو از عرصه وجود بیرون نبرد، جسم اینها رفت. روحشون باقی است، فکرشون باقی است، راهشون ادامه داره. شما ببینید روزانه به غزه داره حمله میشه و شهید میگیرن. روزانه ایستادن، بازم ایستادن، باز هم مقاومت میکنن. لبنان مقاومت میکنه. البته رژیم صهیونیستی به خیال خودش داره خودش رو از طریق سوریه آماده میکنه که نیروهای حزب الله رو به خیال خود محاصره کنه و ریشه‌کن کنه. اما اون کسی که ریشه‌کن خواهد شد اسرائیله. ما در کنار مبارزین فلسطین ایستادیم، در کنار مبارزان مجاهد فی سبیل الله حزب الله ایستادیم و از اینها حمایت میکنیم. هرچه بتوانیم به اینها کمک میکنیم و امیدواریم انشاءالله اینها ببینن اون روزی رو که دشمن خبیثشون در زیر پاهای اونها لگدمال میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.